این دوربین دید در شب نایت ویژن گوگلز هست. روشنش کردیم، ظاهرش رو شما دارید میبینید. حالا میخوایم بریم دید در شبش تست بکنیم. ببینید 2 تا لنز داره جلوی دوربین، یکی مخصوص دید روز هست و یکی مخصوص دید شب. الان چون در حالت روز هست لنز دید در شب کار نمیکنه. من الان فعالش میکنم. ببینید ما نور محیط رو کم میکنیم تا بتونیم آزمایشش کنیم. حالا من داخل ویزور دوربین رو به شما نشون میدم. این حالت دید در شب هست. حالا چون فضای روبرو چیز خاصی نیست، سوژه ها به ما نزدیک هستن، خیلی چیز خاصی نمیبینیم، ولی من در حد امکان سعی میکنم به شما نشون بدم. وضوح تصویر در شب قابل کنترل هست، یعنی ما میتونیم بیشترش کنیم. حالا من ببینم یکی از همکارانم که اینجا ایستاده داره میتونم به شما نشون آها، یه دستی تکون بدید برای ما. بله، اینجا در تاریکی الان ما با این دوربین نشون رو تونستیم ببینیم. یکیشو با هم دیگه از حالت آکبند باز میکنیم. یک کیف دوربین، دفترچه راهنما، لنز تیشو برای تمیز کردن لنز دوربین و خب خود دوربین. یواش بذار اینم که بند دوربین هست که الان من بازش نمی کنم که از حالت آک خارج نشه. خب ما برای اینکه بتونیم از این دوربین استفاده بکنیم نیاز هست که اول باتری براش بذاریم. باتری معمولی میخوره، باتری قلمی معمولی، تعداد 6 تا، 3 تا اینور و 3 تا اینور. اینجا پورت USB میخوره برای اینکه بتونید اطلاعات دوربینتون رو خارج کنید بریزید مثلا روی کامپیوتر، و اینجا هم کارت میخوره، مموری کارت میخوره. حالا من مموری کارتش رو جا بزنم. حالا دوربین آماده روشن کردنه. 6 تا دکمه اینجا داره. دکمه پاورش رو 3 ثانیه نگه میداریم. ببینید روشن شد. این مو چیه؟ این دوربین هم فیلم برداری داره هم عکاسی داره. ما مموری هم که جا زدیم، یه بار که بزنیم الان در حالت فیلم برداری قرار داره. سمت چپ بالا رو که نگاه کنید. من مودش رو عوض میکنم. الان شد مود عکاسی، یعنی ما اگر این دکمه رو فشار بدیم عکس میگیره، و یه بار دیگه مودش رو دکمهش رو فشار بدم میره رو حالتی که فایل هایی که شما عکاسی یا تصویر برداری کردین رو به شما نمایش میده. این دوربین رو میتونید از سایت فصلشکار.com تهیه کنید.